هر ورسیا پیشنهاد کرد که پیشکی کنیم خاموش کنیم کنیم صبر کنیم. این حولی 4 روز باز ماتمخانه بود. با والدین خورسان مراد محمودов خبر دادند که او در جنگ اوکراین کشته شده است. محمودов 9 سال باز در صف ارتش روسیه خدمت میکند. شریفه ما ایسایوا با شنیدن خبر مرگ فرزند خور و خواب را گم کرد. سر در خبرهای بردروغ بسیار غمگین مون کرد. نه خوشبختانه خبر رسید که سوزای تینجای وضع سلامتیشم نغزای همه تینج میشه و ما باوری دارم همچون مادر که بچم ساخت رفته سلامت برمیگرده. با گفته نزدیکانش خورسان مراد محمودوی 29 ساله سال 2013 در ارتش روسیه خدمت کرد و تا این دم شرطناموی وظیفه‌اش را ادامه می‌دهد. او پیشتر در دیویزیای 201 روسیه در دوشنبه کار میکرد و بعداً به شهر سمر انتقال یافته است. روز 21 فوریه خورسان مراد محمودов در هیئت نیروهای روسیه به مرز اوکراین رفت. 4 روز بعد رفتن آنها روسیه به اوکراین حمله کرد و جنگ تا حال دوام دارد. اگرچه خبر مرگ خورسان مراد محمودov رد شد ولی خطر همچنان باقی است. با این خاطر این زن برای هر چه زودتر ختم شدن درگیری و بازگشت پسرش به خانه دعا میکند. مادر چی میخواه؟ میخواه که تست فرزندش در پیشش باشه و دیگه یگون جا نروه. فقط ما همیشه میخوام که یک بار دیگه دیدار فرزندم ببینم در آغوش بگیرمش. خورسان مراد محمودov یگانه جوان تاجیک نیست که در هیئت نیروهای روسیه در اوکراین می جنگد. تا این دم مرگ حداقل 2 تاجیک در جنگ اوکراین تصدیق شده است. تعداد عمومی تاجیکانی که از جانب روسیه در اوکراین می جنگند معلوم نیست. میان تاجیکستان و روسیه نظام دو شهروندی عمل می کند و با این خاطر دهها جوان تاجیک شهروندی روسیه را قبول کرده در ارتش آن کشور خدمت می کنند.